بسم الله الرحمن الرحیم. این بار یک ترفند دیگه را کار میکنیم که این ترفند قسم است که چطور ما میتونیم که پاور بتنی که در سی پی یو یعنی در سیستم قرار داره او را غیر فعال سازیم. چی وقت غیر فعال سازیم؟ وقتی که بدانیم برای آن کردن سیستم، یعنی بخوایم زمانی که سیستم آن کنیم میتونیم از پاور بتن استفاده کنیم، ولی زمانی که سیستم خاموش کنیم دیگه نتونیم که از پاور بتن سیستم خاموش کنیم. کسی نتونه از پاور بتن سیستم خاموش کنه. این ترفنده کار میکنه. خب زمانی که بخوایم سیستم شات داون کنیم یعنی ترن آف کنیم، در قسمت ترن آف مییم و در این قسمت میگیم ترن آف، سیستم ما شات داون میشه. و همچنان اگر بخوایم روش دیگه به صورت عموم مردم از این طریق ترن آف میکنه سیستم، و بعضی اوقات بعضی اشخاص از طریق یعنی بعضی اوقات بگویم از طریق پاور بتنی که در کیس قرار داره، در سی پی یو قرار داره، از طریق زمان که ما یک بار فشار بتیم امو بتن سیستم ترن آف میشه، شات داون میشه. چطور ما غیر فعال بتونیم که این بتن غیر فعال بسازیم؟ یعنی اگر کسی که ما در جریان کار هستیم و یا یک طفلی بیای امو بتن به صورت تصادفی یعنی امو بتن فشار بده، در وقت کار ما از بین میره و با مشکلات روبرو میشیم، سیستم ترن آف میشه. بخوایم باید سیستم ما طوری باشه در یعنی لاگ آن کردن سیستم، یعنی زمانی که سیستم ما راه اندازی میکنیم در او وقت صرف بتونیم از این پاور بتن استفاده کنیم، و در غیر او چون ضروری و لازمی نیست که ترن آف از طریق سی پی یو یعنی از طریق پاور بتن صورت بگیره، پس تنها باید ما میخوایم که از این طریق صورت بگیره ترن آف از طریق از این طریق و یعنی بتن پاور بتن دیگه در غیر فعال شده در ترن آف. خب برای کار ابتدا ما باید داخل محیط رن شویم، داخل محیط رن شده و قسمت رن بیم و بعدا داخل کنترل پنل شد. اوکی فعلا کنترل پنل است. قسمت پاور آپشن، در این قسمت میاییم رایت کلیک اوپن. زمانی که اوپن شد در قسمت ادوانس میاییم و در این قسمت بالا در این قسمت با پاور باتنز when I press the power button on my computer باز چی کار کنه؟ شات داون شوه. پس این آپشن ما میگیم چی؟ do nothing، یعنی هیچ کاری نکنه. زمانی که پاور بتن از سی پی یو که قرار داره زمانی که پاور بتن فشار داده شوه پرس شوه دیگه هیچ فعالیت نکنه. اپلای اوکی، یعنی حالی ما خودم پاور بتن فشار میتونم به طور یکی آزمایش کنیم. شما میتونید این کار آزمایش کنید، حتما نتیجه میده. میایم در قسمت پاور بتن فشار میدم، یعنی فشار در حال فشار دادن پاور بتن هستم. یک بار فشار دادم کدام فعالیت نکرد، باز فشار میتونم نمیکنه دیگه. از طریق پاور بتن که در سی پی یو قرار داره ما نمیتونیم سیستم شات داون کنیم. پس بعد از این از کدام طریق؟ از طریق استارت ترن آف و میایم در قسمت ترن آف اگر بگویم کلیک کنم سیستم ترن آف میشه. اوکی اگر خواستین که از این حالت دوباره خارج شوین باز میتونین که در قسمت رن بیاین و کنترل بنویسید و در قسمت کنترل پنل و پاور آپشن و در قسمت ادوانس دوباره بیاین و در این قسمت گزینه شات داون را انتخاب کنید. اپلای اوکی، دوباره به حالت اولی آمده. فینیش.